سلام بچه ها، من عاطفه شعبانی هستم. خیلی خوش اومدید به دوره ریدینگ آیلتس از کتاب کمبریج. ما تست 1 پسیج 1 کمبریج 19 هستیم و 7 سوال اول که سوالات true false not given بود رو جواب دادیم و حالا داریم میریم سراغ سوالات گپ فیل یا جای خالی. یه توضیح میخوام بدم در مورد سوالات گپ فیل که اصلا ما از چه متدی استفاده میکنیم. یعنی برای پاسخ دادن به این سوالات ما عنوان پسیج رو میخونیم و بعد مستقیم میریم سراغ سوالات. بعد کلیدواژه‌های سوال رو مشخص میکنیم و این سوالات هم مثل سوالات true false not given به صورت مرتب توی متن میان. یعنی اولین سوال حالا تو پاراگراف‌های اول هست و آخرین سوال از سوالات گپ فیل هم احتمالاً توی پاراگراف‌های نهایی. به خاطر همین اگه اون سوال یه اسم خاص یا نامبر خاص نداشته باشه، اینطور هستش که ما از پاراگراف اول به ترتیب شروع می‌کنیم به خوندن. اگه داشته باشه متن رو اسکن می‌کنیم و میریم سراغ اون پاراگرافی که اون اسم خاص یا نامبر خاص رو داره. تا اینجا که شبیه سوالات true false not given بود، یعنی این استاندارد ما هستش برای پاسخگویی به هر نوع سوالی توی ریدینگ. به هر طریقی اون پاراگراف رو پیدا کردیم که قراره جوابمون توش باشه. اون پاراگراف رو از اول شروع می‌کنیم به خوندن و بعد کلیدواژه‌ها رو پیدا کردیم. معمولش اینجوریه که ما کلیدواژه‌ها رو توی 1 یا 2 تا جمله از اون پاراگراف پیدا می‌کنیم و وقتی کلیدواژه‌ها همشون پیدا شدن باید ببینیم که از اون 1 جمله یا 2 تا جمله کدوم کلمه هستش که توی پسیجمون هست و توی سوال به صورت جای خالی اومده. خیلی کار سختی نیست. ما کلیدواژه‌ها رو میذاریم کنار همدیگه، مچشون میکنیم با همدیگه، کلیدواژه‌های بین سوال و کلیدواژه‌هایی که متناظر با کلیدواژه‌های سوال تو متن وجود دارن. میبینیم کدوم کلمه جا افتاده. خب مطمئناً ما به دانش واژگانی قوی نیاز داریم و یکم هم دقت، چون خیلی وقتها چالش این سوالات این هستش که کلمه های جای خالی هستن که کلمه تخصصی هن. حالا تو هر زمینه که داره صحبت میکنه، چه ورزش باشه، ساینس باشه، و اینطور هستش که الزاما بلد بودن اون کلمه کمک نمیکنه که جای خالی رو پاسخ بدیم، بلکه این که ما بتونیم نظیر به نظیر کلیدواژه‌ها رو پیدا کنیم و اون جای خالی رو بتونیم با اون کلمه‌ای که جا افتاده پر بکنیم که بهمون کمک میکنه تا به جواب درست برسیم. بریم با هم دیگه اولین سوال رو بخونیم و ببینیم چطور میتونیم به جواب برسیم. اولین سوال گپ فیل از پسیجی که تست 1 کمبریج 19. ما هم دیگه میخونیمش. Mike and Bob Bryan made changes to the types of یه چیزی used on the racket frames. که مایک و باب برایان یه تغییرات ایجاد کردن توی انواع the types of، انواع یه چیزی که در فریم راکتشون استفاده میشد. کلیدواژه‌های سوال رو خط میکشیم. مایک و باب برایان که یه اسم خاصن با یه رنگ دیگه زیرش رو خط میکشیم. تغییر ایجاد کردن تو انواع یک چیزی که استفاده میشد used under racket frames، روی فریم های راکت هاشون. خب میریم اون پاراگرافی که این اسم خاص رو داره. طبق متد سایمون که ما داریم بر اساس اون پیش میریم، پاراگرافی رو پیدا میکنیم که مایک و باب برایان توش اومده. ما قبلا این پاراگراف رو خوندیم و توی سوالات true false not given فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 2 تا سوال از همین پاراگراف بود. خاطر همین اینو خوندیم، ترجمه کردیم و کاملا بهش مسلطیم. با دور تند پیش میریم. Take a US professional tennis players Mike and Bob Bryan. For example, we are very particular with our racket specifications. They say all our rackets are sent from our manufacturer to Tampa, Florida, where our frames go through a thorough customization process. از نیمه پاراگراف هستش که اسم مایک و باب برایان اومده. از اول پاراگراف من اینجا نیاوردم. ما همین تیکه که در مورد همین سوال بود و با هم میخونیم. همینطور که مشخصه اینا میگن که ما خیلی تنیسورای آمریکایی هستن، میگن خیلی حساسیم روی ویژگاه راکتمون و
همه راکت هامون از تولید کننده و مانیفکتوررمون تو تامپا فلوریدا ارسال میشه، جایی که این راکت ها تحت یک فرآیند کاستماایزیشن، سفارشی سازی خیلی کامل قرار میگیره. اینجا نگاه کنید بچه ها، ما چند تا کلید واژه رو زیرش خط کشیدیم. راکت، اینجا یه راکت دیگه داریم، اینجا فریمز، میبینیم که داره در مورد فریم راکت هاشون صحبت میکنه. خب میریم جلو. They explain how they have adjusted not only rocket length but even experimented with different kinds of paint. اونا توضیح میدن که نه تنها بچه نگاه کنید they have adjusted، من بارها تو این سوال ها گفتم adjust، change، modificate، اینها همه سینونیمه. اونا میگه دارن توضیح میدن که چطور adjust میکنن یا change میکنن نه تنها طول راکت هاشون رو، دارن در مورد تغییراتی که تو فریم راکتشون انجام میدن صحبت میکنن. میگن نه تنها طول راکتشون رو تغییر میدن but even experimented with different kinds of paint، بلکه رنگ های متنوعی هم روی راکت هاشون امتحان میکنن، اکسپریمنت میکنن. خب اینجا در مورد این تغییرات صحبت کرده، این چینج ها، این ادجاست دقیقا همین چینجه. اینجا در ادامهش گفته طول راکت رو تغییر میدن که خب این صحبت در مورد طول راکت نیست. جمله دوم گفته different kinds of، نگاه کنید the types of، دقیقا اینا مترادفن. بعد از kinds of چی اومده؟ paint. خب و به نظر میاد که ما کلیدواژه های همسان رو پیدا کردیم، جمله هایی که کلیدواژه های مشابهی رو داشتن پیدا کردیم، کلمه به کلمه جلو رفتیم و به نظر میرسه که این paint گزینه درست ما هستش برای این جای خالی. نگاه کنید بچه، سوالات گپ فیل جدا از این که ما کلیدواژه ها رو پیدا میکنیم، باید ببینیم اون کلیدواژه‌ای که پیدا میکنیم دقیقا کلمه بعده، یعنی که اون جای خالیه کجاست. شاید یکم اینم یه نوع دیگه تریکی باشه. حالا تو فالس نات گیون یه چالش های خاص خودشونو داشتن، اینم چالش خاص خودشو داره. ما باید اون کلیدواژه رو که پیدا کردیم ببینیم اون کلمه‌ای که بعد از اون کلیدواژه تو اون جای خالی قرار میگیره چیه. خب این سوال رو با هم دیگه خوندیم و به جواب درست هم رسیدیم. ممنونم که با من همراه بودید. اولین سوال گپ رو با هم دیگه پاسخ دادیم. میدونم ممکنه براتون چالش برانگیز باشه. سوالات بعدی هم که با هم دیگه کار کنیم بیشتر راه میافتید و ترستون میریز از سوالات گپ فیل راه میافتید که چطور باید به این سوالات پاسخ بدید. پس اصلا نگران نباشید و خیلی خوشحال میشم که در جلسات بعدی هم منو همراهی کنید. متشکرم.